Hallo, guten Tag. Mein Name ist Dr. Mohsen Abulfati. Ich habe in Deutschland 5 Jahre lang gelebt. Dort habe ich meine Doktorarbeit gemacht. Ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch als Fremdsprachen. So hier wollen wir zusammen Deutsch lernen. Dankeschön. سلام، من دکتر محسن ابوالفتی هستم. 5 سال در آلمان زندگی کردم. دکترامو اونجا در رشته بیولوژی مولکولی گرفتم. به 4 تا زبان آلمانی، انگلیسی، فرانسوی و روسی به عنوان زبانهای خارجه مسلط هستم. ترفندهای آموزش زبان رو به شما آموزش میدهم و با هم اینجا آلمانی یاد میگیریم. اگر سوالی، مطلبی، چیزی هست خواهشاً بپرسید که با هم انشاءالله وقت خوبی داشته باشیم. مرسی از وقت شما. متشکرم.